سلام آقا، امروز بنده اکانتم بند شد و همونطور که رو صفحه مشاهده میکنید بنده فکر کنم ریپورت خوردم. چون رو این حالت که بند میشید دو حالت بیشتر نداره: یا انقدر با اکان خوب بازی کردین بدون میس بازی کردین که بند شدین و یه هفته ای، حتی فکر کنم برای من یه روز است یا 2 روزه نمیدونم، یا خیلی با یکان خوب بازی کردین بدون میس با اینگان بازی کردین، یا اینکه چیت زدین و یکی دیگه هم ریپورت دادنتون دیگه. اینقدر خوب بازی کردین که ریپورتتون دادن. اینکه آره، من الان رو یه اکانت دیگه‌ام، ولی این اکانت برای خودم نیست، برای رفیقمه. خیلی وقت بازی نکرده، یه حدود یه سالی هست که تو کالاف رفته. خودم گفتم ازش اجازه گرفتم، گفتم اشکالی نداره که من با اکانت مثلا ویدیو بگیرم یا بازی کنم باش. گفتش اشکالی نداره، میتونی بازی کنیم. و اینکه آره، یه گیم پلی دوئل زدم چون رنکش خیلی پایین بود. اگه می‌خواستم برم رنک بزنم، رنکش الایت، آره همونه، بخاطر همین خیلی بات میافتاد، بخاطر همین نرفتم رنک پلی بدم. اینکه آره، دیشب ساعت 3 نصف شب من داشتم بازی میکردم با نت بی نهایت. بیشترتون تو تابستون همین کارو میکنید. داشتم بازی میکردم، یهو وسط مچ من گیم انداخت بیرون. نمیدونم ریپورت هم دادن چه اتفاقی افتاده، ولی فکر کنم یکی 2 روز است. و این هیچ کار نمیتونید مثلا بنای روزانه یا مثلا ماهانه نمیتونید به اکتیویژن پیام بدید که فلان شده بهمان شده، چون قبول نمیکنه. خودشون دارن رفته تو ریویو دارن اکانتتون رو چک میکنن که شیت زدین یا نه. و آره دیگه، بعد شانسی ما هم دیگه داشتیم پلی میدادیم بند شدیم. دقیقا همون روزی که من خواستم بتل پس بخرم این اتفاق افتاد. یعنی فردای نه دیگه، شب همون روز فرداش خواستم بتل پس رو بگیرم. تو بتل پس های سیزن بعد خیلی بتل پس های خوبی بودم، خواستم سی پی دوپل بزنم 800 به علاوه چیز 400 به علاوه 400 800 تا سی پی بشه، ولی این اتفاق افتاد. بعد آره یه ذره نوب بازی در بردم روی این اکانت، چون که اکانت دیگه میدونید خودتون اگه اکانت به اکانت کنید سنستون رو بچینید، حالتون هم بچینید، ولی ستینگ هم بچینید، یه ذره عجیب غریبه با یه اکانت دیگه بازی کنید. به خاطر همینه که یه ذره نوب بازی در بردم. به بزرگی خودتان ببخشید نوب بازی بنده رو. آره این چند وقت خیلی رو مخم رفته همه چیز. اصلا اون قضیه 12 روز که اون موقع پیش اومد، تابستون شروع شده بود، الان هم که بند شده اکانت هم، مثلا خیلی عالیه. مثلا اینکه آره، اکانت رفیق من دارم باش ویدیو میدم، با ویدیو دارین میبینید، خیلی اپیکای خوبی داره. یعنی انقدر کریت زده، واندرای در آورده، انقدر خوش شانسه. اینکه آره بچه مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. لایک و ساب به چنل یادتون نره، زنگوله رو هم بزنید که هر موقع ویدیو گذاشتم بهتون خبر بده. و تا یه ویدیو دیگه، فعلا خداحافظ.